بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته با تاریخچه مسجد الحرام و ادوار بناء مسجد الحرام آشنا شدید. در برنامه امروز میپردازیم به توصیف مسجد الحرام و شعائر الهی که در مسجد الحرام قرار دارند. خود مسجد الحرام، کعبه معظمه و مواردی دیگر که در پیرامون مسجد الحرام هستند جزو شعائر الهی هستند، مانند حجر اسود، مانند مقام ابراهیم و مانند صفا و مروه و زمزم که در محیط مسجد الحرام هستند. یکی از مواردی که در مسجد الحرام همه شنیدیم و میدانیم یکی از قسمت‌های مسجد الحرام هست، بخش مطاف هست. مطاف یعنی محل طواف، جایی که مردم طواف میکنند و پیرامون کعبه میگردند. این قسمت را اسمش هست مطاف و در این مطاف مقام ابراهیم قرار دارد. مقام ابراهیم که ذکرش در قرآن کریم آمده و یکی از شعائر الهی هست و یکی از نشانه های افتخار ابراهیم علیه السلام و یادگاره های ابراهیم هست. همین چیزی که امروز معروف هست به مقام ابراهیم. مقام ابراهیم یعنی جایی که ابراهیم علیه السلام بر روی آن ایستاده بودند. همان سنگی که ابراهیم علیه السلام بر روی آن ایستاده بودند و خانه کعبه را بنا می‌کردند، آن سنگ رو اسمش هست مقام ابراهیم و آن سنگ تا امروز هم وجود دارد، جز شعائر الهی هست و جز مواردی هست که الله متعال در قرآن کریم از آن ذکری به میان آورده. و مواردی دیگر که در مطاف هستند، چاه زمزم هست که انشالله به صورت مفصل در مورد آن صحبت خواهیم کرد و در کنار مسجد الحرام کوه صفا هست که جهت جنوب شرق کعبه قرار می گیرد و از کعبه حدود 130 متر فاصله دارد و همچنین مروه که طرف شمال شرق خانه کعبه هست و 300 متر از خانه کعبه فاصله دارد. صفا و مروه هم جز شعائر الهی هستند. ان الصفا والمروه من شعائر الله. الله متعال می‌فرماید که صفا و مروه جز شعائر الهی هستند. و جریان معروفی که در صفا و مروه اتفاق افتاد که در تاریخ ذکر شده، جریان هاجر هست. زمانی که اسماعیل علیه السلام کودک بودند و آبی را که همراه خود داشتند تمام شد، بعد از این که ابراهیم علیه السلام اونها را در این سرزمین گذاشت. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
آنها را گذاشت در سرزمین مکه و خودش بازگشت. آبی را که همراه هاجر و اسماعیل بود تمام شد و اسماعیل از تشنگی گریه می کرد. هاجر برای اینکه آبی پیدا بکند رفت بالای کوه صفا، از صفا به مروه، از مروه تا صفا. این قسمت را 7 مرتبه رفت و برگشت و تا به امروز هم الله متعال اون حرکت هاجر را نمادی از نمادهای حج در واقع قرار داده که در حج و عمره ما باید ادای هاجر را در واقع در بیاوریم و در ته رودخانه وقتی که می رسیدند ایشون شتابان می رفتند می دویدند. همین کار را امروز حجاج بیت الله الحرام هم انجام می دهند. این صفا و مروه هست. و مقام ابراهیم که عرض کردم روبروی باب کعبه هست، دروازه کعبه. مقام ابراهیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چسبیده و نزدیک خانه کعبه بود، اما در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه که سیلی آمده بود و مقام ابراهیم رو با خودش برده بود و بعد از این که این مقام ابراهیم رو بازگرداندند، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه برای این که مزاحمتی ایجاد نشود برای کسانی که طواف میکنند این رو تقریباً یک مقدار دورتر آوردند. یعنی حدود 11 متر الان مقام ابراهیم با خانه کعبه فاصله دارد. مقام ابراهیم عرض کردم که سنگی هست که حضرت ابراهیم علیه السلام بر روی آن ایستاده بودند و خانه کعبه را بنا می کردند. در زمانی که الله متعال دستور داد به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام که خانه کعبه را بنا بکنند و آنها هم به انجام دستور الهی برخواستند و خانه کعبه را بنا کردند. وقتی که دیوار خانه کعبه به جایی رسید که حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه نمیتوانست که سنگ بگذارد و بیشتر بنا بکند، دستور داد که اسماعیل علیه السلام برود سنگی را بیاورد که بر روی آن بایستد و این سنگ را آورد و حضرت ابراهیم علیه السلام بر روی این سنگ می ایستاد و سنگهای دیگر را از دست اسماعیل می گرفت و بر روی دیوار کعبه در واقع می گذاشت و به این گونه خانه کعبه را بنا کرد. یکی از مواردی که در واقع جز افسانه ها هست و بسیاری از مردم اینو باور کردن این است که بسیاری معتقد هستند که مقام ابراهیم یک سنگی بوده که حیثیت یک بالابر را انجام میداده، یک نردبانی بوده و به صورت خودکار خودش میگویند که بالا میرفته، هرچند که دیوار کعبه بالاتر میرفت این سنگ هم بزرگتر میشد. این یک افسانه هست و هیچ واقعیتی را نداره. این مقام ابراهیم همون یک حالت را داشته، این گونه نبوده که دیوار که بالاتر برود در واقع سنگ هم بزرگتر بشود، ارتفاعش بیشتر بشود. اما این مردم این تصور رو از اونجا در واقع برداشت کردند و این سوء تفاهم به وجود آمده که میبینند امروزه دیوار خانه کعبه 14 متر هست و ابراهیم علیه السلام اسماعیل قدشون نمیرسید که سنگ بگذارند و دیوار رو به این ارتفاع برسونند. پس اینو آمدند و توجیه کردند، گفتند که حتما این مقام ابراهیم خود به خود بزرگ می شده و به هر جایی که دیوار بلندتر می شده این هم بزرگتر می شده و حضرت ابراهیم علیه السلام می رسیده که دیوار خانه کعبه را بنا بکنند. این صحت ندارد. دیوار خانه کعبه در زمان ابراهیم علیه السلام 9 ذراع بوده، یعنی چیزی حدود 4 متر تا 4.5 متر بیشتر نبوده و این سنگ همان حالت اصلی خودش را داشته، گرچه در طول زمان یک مقدار این سنگ هم فرسایشی را داشته و چه بسا که از اون حالت قبلی تغییر کرده و خصوصا که در آن زمان جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام، پاشنه پایش و انگشتان پایش به صورت کامل مشخص بوده. اما در طول زمان از بس که روی این سنگ دست کشیده بودند و به خاطر تغییر آب و هوا و در طول زمان این در واقع یک مقدار تغییر کرده و تا قبل از حکومت
سعودی، آل سعود و دقیقاً در زمان ملک فیصل در سال 1968 یک خانه ای را و مقصوره ای را ساخته بودند دوربر این حجر و این سنگی که معروف است به مقام ابراهیم که جای ایستادن حضرت ابراهیم علیه السلام و این در واقع یک نوع مزاحمتی ایجاد کرده بود برای مردم در هنگام طواف که در زمان ملک فیصل این خونه و اتاق رو خراب کردند و به جایش این در واقع ظرف شیشه‌ای رو که امروزه وجود دارد و گنبد مانند هست اینو در واقع آوردند و مقام ابراهیم رو در این قرار دادند که هم فلزی هست و هم شیشه‌ای هست که در واقع کاملا دیده می شود. و این مقام ابراهیم عرض کردم که یکی از شعائر الهی هست. الله متعال در قرآن کریم از مقام ابراهیم در واقع یاد کرده که یکی از آیات الهی هست و یکی از شعائر الهی هست که الله متعال به ما دستور داده که در کنار مقام ابراهیم و پشت مقام ابراهیم در واقع نماز بخوانیم. الله متعال می‌فرماید که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، که شما مقام ابراهیم را مصلای خودتون قرار بدهید، یعنی در کنار مقام ابراهیم و این سنگی که معروف هست به نام مقام ابراهیم شما در اونجا بروید و نماز بخوانید. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در زمانی که حج و عمره انجام دادند در مقابل این سنگ و مقام ابراهیم ایستادند و نماز خوندند. یعنی وقتی که 2 رکعت نماز سنت طواف را در واقع می‌خواندند پشت سر این سنگ ایستادند به صورتی که این سنگ در میان رسول الله صلی الله علیه و سلم و جلوی قبله ایشان و در میان خانه کعبه، یعنی بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین خانه کعبه قرار داشت. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که قدم النبی صلی الله علیه و سلم فطاف بالبیت 7، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردند و 7 مرتبه طواف انجام دادند و صلی خلف المقام رکعتین، و رسول الله صلی الله علیه وسلم پشت سر مقام ابراهیم 2 رکعت نماز را خوندند. امروزه هم برای ما مسنون هست که بعد از تمام کردن طوافمون 2 رکعت نماز سنت بخوانیم و سنت هست که این 2 رکعت را پشت مقام ابراهیم، یعنی جهتی که پشت مقام ابراهیم است به صورتی که مقام ابراهیم بین ما و بین کعبه قرار بگیرد باید این 2 رکعت را در اونجا بخوانیم. و همچنین سنت هست که در این 2 رکعت سوره کافرون را بخوانیم و سوره اخلاص را که رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایتی که در صحیح مسلم اومده از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وقتی که این 2 رکعت را خوندن در رکعت اول ایشون سوره کافرون را خواندند و در رکعت دوم سوره اخلاص را خوندند. این جزء احکامی هست که الله متعال در واقع به عنوان بزرگداشت این مقام برای ما تعیین کردند. و خود مقام ابراهیم قبلا عرض کردم که یکی از شعائر الهی هست. در روایتی که در این زمینه از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله تعالی عنه آمده، در صحیح ابن خزیمه و ابن حبان ذکر شده، در این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که الرکن والمقام یاقوتتان من الجنه. رکن و مقام، رکن یعنی حجر اسود و مقام یعنی اون سنگی که حضرت ابراهیم علیه السلام روی آن ایستاده بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که حجر اسود و این سنگی که مقام ابراهیم هست 2 یاقوت از بهشت هستند که الله متعال نور آنها را گرفته. ولولا ذلك لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب. اگر الله متعال نورشان را نمی گرفت اونها میان مغرب و مشرق را روشن می کردند. و در مورد حجر اسود هم اومده که زمانی که ابراهیم و اسماعیل خانه کعبه را بنا می کردند، حضرت ابراهیم علیه السلام به اسماعیل گفت که برو یک سنگی بیار که من رویش بیستم و خانه کعبه را بنا بکنیم که دیوار الان ارتفاعش بالا رفته و من نمیرسم. وقتی که اسماعیل رفت و دوباره برگشت دید که حضرت ابراهیم علیه السلام این
حجر اسود را بر جای خودش گذاشته. سوال کرد که این از کجا هست؟ گفت که فرشتگان این رو از بهشت آوردن و حضرت ابراهیم علیه السلام اون رو در جای خودش بر روی دیوار خانه کعبه در واقع نصب کرده. و حجر اسود حکم شرعیش این است که استلام می شود در هنگام طواف خانه کعبه، یعنی بوسیده می شود و دست داده می شود. اگر کسی از راه دور می زند دست را بلند بکند به موازات حجر اسود. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که حج را انجام دادند گفتند که رفتند استلام کردند حجر اسود را و این سنگ سیاه را بوسیدند و گفتند که من میدونم که تو سنگ هستی و هیچ گونه نفع و ضرری را نداری، اما اگر من رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیده بودم که تو را میبوسید، منم تو را نمیبوسیدم. پس بنابراین بوسیدن حجر اسود و این سنگ سیاه که رکن هست و یکی از شعائر الهی هست، این هم جزء مواردی هست که از نظر شرعی مشروع هست. در مورد مقام ابراهیم و این جایگاهی رو که الله متعال به این سنگ داده به مقام ابراهیم، یک نکته بسیار ظریف و جالبی هست و آن این که ما میدونیم که قریشی ها بت پرست بودند. هر سنگ زیبایی رو که در مکه میدیدند یا در مسیر راه در جاهای دیگر میدیدند، اگر از یک سنگی خوششان میآمد، زیبا بود، برایشون جالب بود، آن سنگ رو میگرفتند و عبادت میکردند. اما الله متعال مقام ابراهیم را از پرستش و این که تبدیل به یک بت بشود، الله متعال اینو حفاظت کرده. با این که قریش میدونستند که این سنگ مقام ابراهیم هست، جایگاه خیلی بلندی رو داره، جز شعائر الهی هست و خدمت خیلی زیادی رو دارد، اما با این وجود نیومدند مقام ابراهیم را بپرستند و این جز کراماتی هست و ویژگی هایی هست که الله متعال در واقع به این سنگ داده بود که این سنگ را چون که منسوب هست به حضرت ابراهیم علیه السلام، الله متعال این سنگ را از عبادت و این که مشرکان از آن سوء استفاده بکنند، این سنگ را در واقع الله متعال حفاظت کرده بود. شعائر رو که الله متعال قرار داده نشانه های یکتاپرستی هستند، از حجر اسود گرفته و از خود خانه کعبه گرفته و از مقام ابراهیم و صفا و مروه و زمزم و بقیه شعائری که هستند در مکه مکرمه، اینها شعائر توحید و یکتاپرستی هستند. هیچ مسلمانی، حتی کسانی که در واقع دچار خرافاتی هم که بوده اند، از خود مقام ابراهیم و از خود حجر اسود هیچگاه حاجت نخواستند. از رب کعبه خواستند، از پروردگار حجر اسود خواستند، از پروردگار ابراهیم خواستند و این شعائر الهی همچنان انشاءالله تا روز قیامت به عنوان نمادهای توحید و یکتاپرستی باقی خواهند ماند. تا برنامه دیگر که موضوع دیگر در مورد مسجد الحرام را خدمت شما عرض خواهم کرد، تمام شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة